سلام دوستان، در این پوزیسیون هم نوبت حرکت با سیاه هست و سیاه در اینجا یک حمله دوگانه داره و باعث میشه که سفید مجبور به حرکت بشه. کلاً ما تاکتیک هایی که انجام میدیم حریف رو مجبور میکنیم و سعی میکنیم که باعث حرکت اجباری برای حریف بشیم، چه اون حرکت توأم با کیش باشه و اجبار رفع کیش و چه اینکه بخوایم همزمان به 2 مهره حمله کنیم. خب طبیعتا این هم یک حرکت اجباری رو به حریف تحمیل میکنه. در اینجا سیاه حرکت فیل D5 رو انجام میده و همزمان به رخ و اسب حمله کرده. اجباری بودن حرکت رخ کاملا مشخص است. ما باید رخ رو حرکت بدیم، یعنی مهره پرارزشتر رو مجبور هستیم که حرکتش بدیم و دیگه فرصت نمی کنیم که اسب رو نجات بدیم. برای همین به این نوع حرکت ها میگیم تاکتیک. تاکتیک باعث اجبار حرکت میشه برای حریفمون و در واقع حمله هستش که حریف انجام میده با توجه به نقاط ضعفی که در وضعیت میبینه، این حرکت ها رو میبینه و انجام میده. در اینجا خب در یک خط قرار گرفتن اسب و رخ باعث میشه که فیل بتونه همزمان به هر 2 مهره حمله کنه. خب ما همیشه مهره پرارزشتر رو نجات میدیم، حتی اگه بخوایم رخ رو بیاریم و بخوایم که از اسب دفاع کنیم، در صورتی که فیل اسب رو بگیره ما هم بگیریم، ولی میبینیم که رخ رو نمیتونیم بیاریم تو خونه B3 چون اونجا هم با فیل تهدید میشه. پس مجبور هستیم که رخ رو جای دیگری ببریم، مثلا توی خونه بذاریم و در واقع به تو خونه F5 بذاریم و به فیل حمله کنیم که فیل رو مجبور کنیم که اسب رو بگیره، یا حالا به هر حال اگر نگرفت ما بگیریم، که طبیعتا معمولا و منطقیش این هستش که خب فیل الان اسب رو بگیره و سیاه یک اسب کامل جلو میفته و الان طبق اون در واقع صحبتی که قبلا شد، بهترین کار سیاه تعویض رخ‌ها هست و سوار سبک، برتری سوار سبکش کاملا محرز میشه و یه پیاده هم که بیشتر داره و میتونه اون پیاده رو در واقع پیاده رونده درست کنه و به آخر بازی برسیم و دیگه این تاکتیک ما رو به آخر بازی میبره و دیگه مشکل سیاه کاملا حل میشه و برنده بازی خواهد شد.